الو سلام جانم، بفرمایید. سلام عمو. جنگل بهت خوش گذشت با اون فیست؟ شما؟ حالا دیگه کارت به جای رسیدی که مونو نمیشناسی؟ ببخشید جناب، من نمیدونم واقعا شما کی هستین. اصلا اگه اینجوری من قطع میکنم. بابا دریسم دیگه با اون صورتت انگار گذاشتن لاپرس. خودت گیر آوردی. دیریس تو یه مدت مشخص اصلا کجایی؟ بس لهجه چرا اینقدر عوض شده؟ عمو ما لهجه‌م عوض شده؟ نه عمو ما لهجه‌م عوض نشده. ما همیشه بین المللی صحبت میکردم و میکنم. تو سمع و بصرت خوب نبود، نمیفهمیدی. حالا نگران نکن خودتو، بازم میام میگیرمت. خودت از دستت خارج نکنم. الو 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 هیچ ندارم. من پرهامم با این تو پاشید که بریم برای اخبار این هفته پاشیک. شریک فیفا در مسابقات جهانی 2026 مشخص شد. لنوو. مایکروسافت 27 قابلیت پیچیده را از بینگ حذف کرد. تمرکز روی ساده‌سازی موتور جستجو. اینتل بیشتر از انویدیا و AMD برای تحقیق توسعه هزینه می‌کند. اما ارزش بازار آن همچنان رقم است. مدل 5G ردمی 14C 100% بهتر از مدل 4G شه. آیا فوت کردن غذای داغ واقعا تاثیر دارد؟ دانشمندان بعد از کلی تحقیقات در سال 2024 فهمیدن بله. ایلان ماسک ایکس پول در نمیاره. وزیر ارتباطات علت کندی اینترنت به خاطر شرایط جویه. کتابخانه جدید آمازون معرفی شد. کیندل رنگی میشه. با استفاده از کارت پروفایل اینستاگرام راحت‌تر خودتون رو به بقیه معرفی کنید. اندروید 15 معرفی شد. گوگل رو دست فیسبوک کپی میزنه. سایت‌ها الان تیک آبی میگیرن. تا خبرهای بعدی خدا بریم برای برنامه‌های کاربردی این هفته پاشیک. میخوای تولید محتوای گرافیکی کنی ولی نمیدونی چیکار کنی؟ کالورایز هر چی بهش میدی رنگی میکنه. مثلا منو ببین سیاه‌سفیدم الان رنگی شده. آپسکیل هر عکسی بهش بدی کیفیتش بیشتر میکنه. مثل من نگاه کن. لتس این هند اونم هم آپسکیل یه جور دیگه فقط. شما اسپانسر نداریم واسه همین یه بازی رو خودمون رندوم براتون انتخاب می‌کنیم. میخوام یه بازی تحت لول خوشگل پر از دنیای متفاوت بهتون معرفی کنم. کرانکر فقط تو ایران احتمالاً باید با ویپن استفاده کنید. اما کلی بازی متفاوت داره کرانکر. براتون شوتینگ داره، پارکور داره، هر چیزی بخواید هست. برید داخل سایت cranker.io و بازی فالن لاند. 3 تا بازی بهتون معرفی میکنم. 1 کرانکر، 2 فالن لندن و 3 کوم. میریم یه گیم پلی ازش ببینیم و زودی برگردیم. راستی این ویدیو رو 2 بار ببین چون تحت لول عوض شد. کرانکر این بازی در سبک شوتر اول شخص سریع و آنلاین با گرافیک پیکسلی خیلی جذابه. تو کرانکر بازیکن‌ها تو حالتهای مختلف مثل دثمچ و کپچر د فلگ با هم مبارزه میکنن. گیم پلیش خیلی سریع و کنترلش هم راحته. واسه همین رقابت توش حسابی هیجان انگیزه. فالن لندن یه بازی داستان محور و نقش آفرینیه که بیشتر با خواندن متن و انتخاب کردن جلو میره. شما توی شهر زیرزمینی به اسم فالن لندن زندگی میکنین و با تصمیم گیری های خودتون داستان شخصیتتون رو شکل میدین. ماجراجویی توی این بازی بیشتر روی داستان و کشف رازها تمرکز داره، نه اکشن و نه مبارزه. کوما یه بازی پلتفرمر ماجراجوییه که دنیای خیالی و مرموزی داره. شما نقش پسری به اسم پیت رو دارین که دنبال خواهر گمشده‌اش میگرده. تو بازی باید معماها رو حل کنین و تو محیط‌های قشنگ و عجیب کاوش کنین. موسیقی و فضای بازی هم خیلی آرومه و احساسی طراحی شده. بریم برای لایف هک این هفته پاشیک.
بریم برای خوراکی این هفته پاشیک. خیلی خوب بچه ها، خیلی خوش اومدید به پارت آخر این ویدیو و پارت خوراکی. وای خدا بخش مورد علاقه منه. ساعت 1:08 شبه و قراره که هر هفته به یکی از حالت رستورانتورها یا تیک اوی تورها با هم دیگه بریم و 2-3 تا آیتمش رو با هم دیگه امتحان کنیم و بهش امتیاز بدیم در رشت. الان قراره بریم سمت دیلمان روبروی تیبار. کسایی که رشتی باشن میدونن کجاست. قراره بریم اونجا 2-3 تا آیتمش رو با هم دیگه تست بکنیم و اگر خوب باشه و اوکی باشه امتیاز بدیم بهش و بعد اگر دوست داشتید شما برید امتحان کنید و نظراتتون اگر به نظرات من شبیه بود که حتما داخل کامنت ها به من بگید. بریم. تقریبا رسیدیم بچه‌های عزیزم. قربونتون برم. اینجا دیلمانه. اینجاست بچه‌ها. من میگیرم برمیگردم بهتون میگم چی میگیرم چون جا پارکم نیست. میخوام بذار سریعتر برم و برگردم. بریم برای خوردنش بریم نه اینجا بچه، بریم یه جایی که حداقل سیفتر باشه و بهتون میگم که چیا گرفتم. خیلی خوب بچه ها، استریپس 2 تا دونه، کوکتل، اینا همشون با هم دیگه شد 301,450 تومن که میبینید چه جوری هم هستش. کوکتل 2 تا، اینا هر کدوم 2-3 تا دونه و سیب زمینی و سیب سخار این هر کدومشون تقریبا یه مشت بودن. اینا با هم دیگه شدن 300 و خورده. 2 تا آب معدنی نوشته. بله حالا وقت نمایی بچه‌ها. خب این کوکتلشه قطعاً، یه چیز دیگه نمیتونه باشه. کراکوف پنیریشه، سیب زمینی معمولی، سیب زمینی سیب سخار اینه. میریم برای تستش. اول میخوام از سیب زمینی معمولی شروع کنم. یه ذره کم نمکه و این خیلی خوبه. من کم نمک خیلی دوست دارم. زیاد شورش نمیدم. آره من سیب زمینیشو دوست دارم، خیلی خوبه. بسته بندیش هم بذارید بهتون نشون بدم بچه‌ها. شکیل فراید کیلولند و بسته بندی مخصوص خودشو داره. سخاری کیلولند از بهترین و تازه‌ترین مواد اولیه و با استفاده از بهترین دستگاه‌های روز دنیا طبخ می‌گردند. سیب زمینی سیب سخار. آیتم دوم. احتمالاً به خاطر رطوبت خود رشته ولی خب یه کوچولو نم داره. ولی بد نیست، خوشمزه. اگر شما سس دیپ چدار قرمز سیر، اگر شما با سس دیپ چدار سرد، واقعا سرده، امتحانش کنید قطعا باید چیز خیلی خوبی در بیاد. هر چیزی با این خوب در میاد. وای خود چرا خوشمزه است. نوبتی هم باشه نوبت کوکتل بچه‌ها. سوسیس. وای خود بچه‌ها من حاضرم این کیلولندو که کلا هر سخاری کیلویی که میرم این آیتم اگر نباشه من اونجا خرید نمیکنم. جدی میگم. هم این هم پنیریش. این الان ساده شه. آیتم بعدشم کراکوف پنیریه که همینه. یه ذره پنیریه یه ذره سخاری هم داره. اینو بعد اول خالی تست می‌کردم نه از این برش می‌خورم. این که دیگه اصلا وای خدای من مگه میشه یه آیتم انقدر خوب نیست؟ مگه میشه بچه ها؟ یعنی اصلا یا دیوونم میکنه این غذا. تمومم، خیلی تمام به خودی دارم. اصلا بچه ها از این به بعد برنامه اینجوری که فقط داخل این سری از ویدیو غذا میخوریم، فقط غذا، دیگه هیچی مهم نیست. وقت کراکوفه بچه، این کراکوفه و چون خیلی مشخص نیست میخوام براتون بازش کنم که کامل ببینید داستانش از چه. خیلی عجیبه، مگه میشه؟ این سوسیسه الان. این اصلا کالباسه. آره کالباسه که توش چیزه. وای مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ بچه ها جاتون خالی واقعا. بدیش نیست ولی بعدم میخورم اینو.
بچه ها آیتم آخرش که دیگه آیتمی که تو هر سوخاری کیلویی مشخصا مهمه سوخاریشه. پس الان مهمترین آیتم این بخش میشه چی؟ میشه فیله سوخاری. انقدر ابعاد داره و اندازه همین قدره و به نظر کافی میاد برای اینکه یک فیله رو بخواید شما بخورید. همون اندازه کافیه. اینم نصف شدهشه همون که دیده بودید و میخوایم بریم برای تستش. همه اینا تا الان اوکی بودن به جز کراکوف، ولی حالا بعد به من بگو چرا لاغر نمیشی پرام؟ خب مگه میشه با این غذا لاغر شد؟ خیلی خوشمزه است، به اندازه ترده، به اندازه تازه است، قشنگ کاملا و مزه مرغش خیلی خوبه، مزه سوخاریش فوق العاده است، واقعا هیچی کم نداره. جدی میگم بچه اگر بخوام براتون اینو معمولا با دیپ چدار چیزی اینو معمولا با سس سیر، سس سیرش رو بخوایم امتحان کنیم یه لحظه که دیگه بهتون بگم که سساش هم بگیرید یا نگیرید. واسه آره واقعا بچه ها سس سیرش رو حتما ولی خب سس قرمز یه چیز دیفالته. داشتم میگفتم سس دیپ چدار و سس سیر رو حتما امتحان کنید. خیلی خب بچه ها دیگه بخش آخرم که بخش خوراکی بود به پایان رسید همینجا و امیدوارم که اطلاعات مفیدی بهتون داده باشم. امیدوارم این چیزای خیلی زیادی یاد گرفته باشید و خلاصه اینکه بیایید حتما اگر رفتید اینجا یا قبلا خرید کردید کامنت بهم بدید، برام کامنت بذارید و بگید که از آیتماش راضی بودید یا نه. امیدوارم که به زودی دوباره ببینمتون. مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره و فعلا خدا نگهدارتون. مرسی که تا اینجا با ما بودیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مایکروسافت 27 تا 6 بود مدل 5G ردمی 14C ردمی 4 مدل 5G نه آره درست گفتم. اپل جعبه‌های شارژر رو از داخل نه اپل شارژر رو از جعبه‌های اپل جعبه چرا میگم لینکدین نه لینکدین به گوگل مپ هم موجود. گوگل مپ هم مشهوره. آقا چرا نمیتونم جمله هر عکسی بهش بدی کیفیتش بهتره. یه بازی مرتبط بخوام بهتون معرفی کنم، سوپر ماریو